سلام دوستان، تو این ویدیو اومدم 5 تا از گاوصندوق‌های خلاقانه و جالب و با امنیت بالا رو بهتون معرفی کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم برای شماره 1. این ساعت شاید به نظر بسیار ساده و همچنین بدون هیچ حالت خاصی باشه، اما به عنوان یکی از گاوصندوق‌های ایمن در چند سال اخیر شناخته شده است. بسیاری از سارقین به دنبال ساعت نمی‌گردند و کسی فکرش را هم نمی کند که در پشت ساعت یک گاوصندوق باشد. مواد غذایی که به صورت‌های خاصی درست شدند، نیز می توانند مکان‌های خوبی برای مخفی کردن وسایل قیمتی باشند. به تازگی یک شرکت امنیتی کاهوهایی را درست کرده است که ظاهری بسیار طبیعی دارند، اما باطن آنها محلی است برای قرار گرفتن وسایل قیمتی. این پریز برق کاربرد عملیاتی ندارد و تنها میتوان از آن به عنوان یک گاوصندوق کوچک برای نگهداری از وسایل قیمتی استفاده کرد. اندازه کوچک آن و همچنین قرار داشتن این پریز در سطح پایین از جمله دلایل ایمنی آن است. یکی از تازه‌ترین ایده‌ها برای ایجاد یک صندوق نامحسوس استفاده از شمع است. شمع‌های متفاوت را میتوان در قالب‌های خاصی درست کرد که تنها دور اون بسوزد و باطن اون محلی باشد برای نگهداری از مهمترین وسایل قیمتی شما، چرا که کمتر کسی به یک شمع دقت می‌کند. شاید بهترین و هوشمندانه‌ترین ایده برای گاوصندوق را بتوان استفاده از نان دانست. این گاوصندوق از نان واقعی درست شده است، اما مواد آن به گونه‌های انتخاب شده است که برای مدت زیادی دوام آورند. داخل این نان‌ها محل‌های امنی برای نگهداری از وسایل قیمتی تعیین شده است و به دلیل امنیت خوبی که داره طرفدارهای زیادی پیدا کرده است. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای قبلی ما رو ببینید. خیلی بهتون کمک میکنه و اطلاعات شما رو بالا میبره.